با تشبث ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان کورس آموزشی زن سرور به راه مانده شده است که در آن بخش کار با دختران و زنان فاکولتت‌ها اینچنین زیاده از 100 نفر دانشجو دختران فعال فاکولتت‌ها شامل می‌باشند. امروز رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان پروفسور امامعلی نصرالدین زاده با مسئولین و هیئت کورس آموزشی زن سرور واخوری سودمند دایر نمود. همزمان در واخوری زمره از راهبران ساختارهای گوناگون دانشگاه و استادان و کارمندان اشتراک داشتند. ضمناً تاکید گردید که مقصد از واخوری مذکور بهتر گرداندن سلسله واخوری‌های کورس مذکور و اشتراک فعال بانوان در شورابینی‌های گوناگون دانشگاهی جمهوری میباشد. رکتور دانشگاه ضمن سخنرانی ابراز داشت که تشکلیابی نهاد سروری زنان در جامعه تاجیکستان هم قدم صاحب استقلالی دولت بوده خصوصیت‌های خاص خود را دارد. هدف از تشکیل و برگزاری کورس آموزشی زن سرور پیش از همه عملی کردن سیاست دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت کار با زنان و عائله و آماده نمودن بانوان در سمت راهبری کننده در تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و طبی میباشد. همزمان مقصد اساسی برپا نمودن کورس آموزشی زن سرور دانشگاه ملی تاجیکستان این بران برداشتن معرفت حقوقی، حس وطندوستی و حس وطندوستی و وطنپرستی و ارج گذاشتن به بزرگان علم و ادب میباشد. تحلیل امروزه فعالیت زنان در ساحه‌های گوناگون حیات جامعه، موقع آنها نسبت به روندهای جامعه و نقش آنها در حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور شهادت از آن می‌دهد که ما با مرحله رشد رفته ایستاده‌ایم. در ادامه واخوری زمره از استادان دانشگاه در رابطه با موقع بانوان در ادبیات و نقش آنها در رشد جامعه، اینچنین موقع سیاسی زنان در رشد دولت‌داری سخنرانی نموده بهر فعالیت منبعد کورس آموزشی زن سرور توصیه مشخص دادند. واخوری مذکور با تقدیم افتخارنامه‌ها به یک زمره از بانوان فعال دانشگاه خاتمه یافت. مورد ذکر است که طبق نقشه چاره‌بندی‌های تصدیق شده در کورس آموزشی زن سرور زنان فعال جمهوری به شنوندگان دوام سال درس گذاشتند.